آقای داماد انگیزت برای ازدواج چی بود؟ وام ازدواج چی داشت خانم باید حساب کنم؟ 2 تا فلافل یه نوشابه میبره باشو مرش که آخه اصلا علاج درده. قربونه بشم بهتر شدی؟ آره بهتره. اون موقعی که مجرد بودی کی این کارو برات انجام میداد؟ موقع زن نگرفته بودم که سردرد بگیرم. بعد از 3 دهه بابام دیشب اعتراف کرد اسم خواهرمو از رو اسم دختری که عاشقش بوده گذاشته. از دیشب مامانم خواهرمو سگ صدا میکنه. بله این همه دعا میکنی چند درصدش قبول میشه؟ 50%. یعنی چی؟ ما دعا کردیم که مثلا داماد خرپول گیرمون بیاد. خر هست ولی پول نداره.